تو دنیای معامله‌گری هیچ راه آماده‌ای وجود نداره. هیچ نقشه‌ای نیست که بگه از اینجا برو به اونجا برس و خیالت راحت باشه. نه استادی هست که مسیرش دقیقاً مسیر تو باشه، نه کتابی که همه جواب‌ها توش باشه، نه دوره‌ای که بدون فکر کردن تو رو معامله‌گر کنه. واقعیت اینه، معامله‌گری یه سفره و این سفر رو خودت باید بری. اگه مسیرت تقلیدی باشه، اگه سیستمت مال خودت نباشه، اگه فقط حرف و چارت بقیه رو کپی کنی، با اولین فشار بازار همه چی میریزه به هم. چون چیزی که مال تو نیست نمیتونه زیر فشار دووم بیاره. مثل خونه‌ای که رو شن ساخته شده، با اولین باد خراب میشه. معامله‌گر واقعی اون کسی نیست که همیشه سود میکنه. اون کسیه که یه روز تصمیم میگیره راه خودشو بسازه، نه از سر خودخواهی بلکه از سر تجربه. نه برای اینکه بگه بقیه اشتباهن، بلکه چون فهمیده هیچ کس به اندازه خودش نمیتونه با پول خودش درست تصمیم بگیره. سیستم واقعی چیزی نیست که از کسی بگیری. باید با زمان، اشتباه، ضرر و برگشتن دوباره پای چارت خودت بسازیش. سیستم خوب سیستمیه که به حال و هوات وابسته نباشه، به هیجانت وابسته نباشه، به اتفاقات لحظه‌ای بازار وابسته نباشه. سیستمی که از قبل معلومه کی وارد میشی، کی خارج میشی، کی معامله نمی کنی. نه اینکه وسط معامله با دلشوره تصمیم بگیری که چی کار باید بکنی. وقتی سیستم مکانیکاله، احساساتت کمتر دخالت میکنه، ترس و طمع عقب میکشن و کارت میشه اجرا، نه جنگ. اون موقعی که میتونی بارها و بارها همون کار رو تکرار کنی بدون اینکه درونت به هم بریزه. نه برای جبران ضرر، نه برای هیجان، نه برای ثابت کردن چیزی، فقط چون این قانونه. و وقتی منتظر سیگنال بقیه‌ای یا چشمت به نتیجه دیگران، بازار کنترلت میکنه. اما وقتی سیستم خودت رو داری، بازار دیگه دشمن نیست، فقط جاییه که کارت رو اجرا میکنی. اون لحظه آزادتری، چون دیگه سود و ضرر روحتو نمیسوزونه. فقط میپرسی قانون رو اجرا کردم یا نه. همونجا معامله‌گری از دعوا تبدیل میشه به هنر. هنر نظم داشتن، هنر پایبند موندن، هنر اعتماد به چیزی که خودت ساختیش. بازاری که خیلی یارو شکست داده فقط جلوی یه نفر کم میاره، کسی که راه خودش رو رفته، نه دنبال سیستم بقیه، نه درگیر درصد برد بقیه، نه منتظر معجزه یا سیگنال. اگه دیدگاهت رو از همینجا اصلاح کنی، باور کن مسیر خیلی طولانی نمیشه. چالش ها ساده تر میشن و خیلی چیزها زودتر سر جاش میفته. همه چی از همون لحظه شروع میشه که میگی سیستم من، راه من، اجرای من، و از همونجا تو واقعا معامله‌گر میشی.